بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که امروز در شب 25 ماه رمضان که انشاءالله شاید از شب‌های قدر باشد، چون شب‌های قدر در یکی از این شب‌های طاقه پنهان است، با هم در سوال و جواب هستیم و به قدر استطاعت انشاءالله در خدمت هستم. شروع میکنیم. اول شده خواهر سمیره بفرمایید. السلام علیکم استاد جان. علیکم السلام. درباره فطر روزه سوال داشتم. در همین جای ما میگویند که آدمی که اگر روزه داشته نتاید به حساب فدیه 12,000 روز داده میتواند و آدمی که فطر روزه میتیند فقط در آخرین روز ماه رمضان بعد از نماز پیشین میتیند دوای پیش تیند اگر حساب نمیشد. همین اساس درست جان؟ خواهر سمیره بین دو چیز آمیخته کرده، یکی فطر یکی فدیه. فطر روزه همون صدقه فطر است که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرض کردند برای تمام مسلمان ها، خرد و کلان، زن و مرد، حتی کسایی که روزه می‌دارند و روزه نمیگیرند. و حتی در بعضی از علما مثلا در مذهب حنبلی زنک حامله باشد از کودکی که در شکمش هست حتی زکات فطر میدهد. زکات فطر اساسا یک سام باشد که تقریبا 3 کیلوگرم است، از ارد، از برنج، از همه دانگی هایی که خورده ذخیره کرده می شود و اساسا به قوتی همون دولت خود نگاه میکنین. مثلا در تاجیکستان مردم اساسا ارد میخورن، در تاجیکستان از ارد حساب میکنن و یگانه در مذهب جمهور قوم بغل و بای همه باید آن را بدهد. مادامی که در خانت 3 کیلوگرم ارد یا پول آن هست تو باید زکات فطرت را دی و خداوند آن روز تو را انشاءالله بینیاز میکند. لیکن در مذهب حنفی میگن نه، زکات فطر رو هم کسایی میدهند که پولشان به نصاب زکات یعنی به 85 گرم طلا رسیده باشد. لیکن راجع اینجا قول جمهور علما است، برای آنکه در نص حدیث آمده است که برای بای قوم بغل پیامبر صلی الله علیه و سلم این را حتمی کردن. این را همه میدهند و پیش از نماز عید باید داده شود. خواهرها یکی دیر نکنید، پیش از نماز عید داده شود و صحابه 2 روز پیش از این دادن را شروع میکردن، یعنی روز 28 29 الکی دادن را شروع میکردن. و ببخشید، زکات فطر را یگانه در مذهب حنفی پولش را هم داده می شود و به این بعضی از علمای معاصر هم راضی هستند و آثار از صحابه می آورند که بعضی صحابه ها لباس هم به جای طعام از بعضی ها همچون صدقه فطر گرفته بودند. برای همین در مذهب حنفی میگن به حالت قم بغل نگاه کنید. مقصد از زکات فطر خوشحال کردن و دستیاری کردن به محتاج است و برای محتاج شما میتوانید با پول هم اگر او نیازش به پول زیادتر باشد بدهید. این زکات فطر است که باید همه بدهیم. یعنی در خانتان 7 نفر هستید، مثلا کودک 1 ساله شما روزه نگرفت، از نام آن هم پدرش زکات فطر میدهد و از نام هر یک از 3 کیلوگرمی ارد یا برنج حساب میکنید یا پول آن را. و آنهایی که شرایط دارن بهترین می شود فقط ارد و برنج نیو از مویز و از خرما و از مغزینه و از اینها همراه کنند. میوه تر داده نمی شود، روغن و شیرینی داده نمی شود، عموما دانگی و دیگر میوه های خشکی که ذخیره کرده می شود. اما فدیه که بگمانم شما این رو پرسیده استادید، فدیه هر کسی که به سبب بیماری روزه گرفته نمی تواند یا شیخ الفانی میگن در فقه اسلامی، یعنی پیرمرد و پیرزنی که دیگر آنها علاج روزگیری ندارند، انا اینها برای هر یک روزشان فدیه میدهند. فدیه رو بعد از رمضان دهند هم می شود، در درون رمضان دهند هم می شود. فدیه هم اساسا خوراکه هست. یا یک نفر رو و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین میگوید الله در آیت سوره بقره. یا یک نفر رو سیر میکنن،
یک قم بغل رو برای هر یک روز خوردهشون یا 1.5 کیلو آرد حساب میکنند و به آن میدهند. زکات فطر رو دادن در وقتش فرض است، یعنی یک روز دو روز پیش از رمضان شروع می شود تا وقتی عید. نماز عید شروع شد زکات فطر وقتش دیر می شود، به گردن شما واجب است اما شما دیر کردید، یعنی به این چیز گناهگار می شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که پیش از نماز داد او زکاتی به گردنش فرض را داد، کسی که بعد از نماز داد و یک صدقه را داد که ثواب بین صدقه و زکات خیلی فرقش کلان است، یعنی زکات ثوابی زیاد دارد. اما فدیه را کی خواهند داده میتوانند، یعنی میتوانند بعد از عید دهند، میتوانند در درون رمضان دهند. و من در سوال و جواب گذشته گفتم که حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه پس از رمضان خوراک خوشرو میپختند و 30 قم بغل را دعوت میکردند و برای 30 روزه که روزه نداشتند به خاطر پیران سالی سر میکردند. یعنی برای فدیه روزه نگرفته خوراکی که داده میشود اگر دیرتر داده شد باکی ندارد. استاد جان بعد دیرتر فقط خوراک میتن یا که آدی پلان فدیه را خوراک دهند؟ نه، فدیه را خوراک دهند، یا خام یا پختگی. بعد استاد جان همین ما اوجه علاقه فطری روزه رو همین در دهه درآمد دادیم، این چه خیلی میشه انشالله باکی ندارد. بعضی علما از اولی رمضان اجازه میدن که سنت و بهترینش این است که یک روز پیش از عید دهید. اها خوب استاد. سلامت باشد خواهر. دلفوزه بفرمایید. و نام کدام خواهر رو بگیرم اگر جواب نداده دیگر کس میگذرد. رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان دو سوالات داشتم. اگر که همین تیلو از 85 گرم زیاد شده باشد چند فایزش رو زکات میدهیم؟ یعنی شما همش رو یک جای حساب میکنید. بر چند مثلا در دستتون حاضر 90 گرم گفتیم یا 100 گرم گفتیم، 100 گرم تیلوتون هست و زکات رو فقط از همین شکل حساب میکنن. یک بار به 10 تقسیم میکنید، چند برآمد باز به 4 تقسیم میکنید. مثلا 100 گرم طلا دارید، به 10 تقسیم میکنیم 10 گرم میشود. 10 گرم رو باز به 4 تقسیم میکنیم 2.5 گرم میشود. شما پول 2.5 گرم طلا رو از 100 گرم طلا زکات میبرید. اگر مثلا 90 گرم شد 90 گرم هم به 10 تقسیم میکنید و 9 میشود. آره، و 9 رو به 4 تقسیم میکنید. در اینجا 2 گرم کمی گفتیم زیاد و کم کتی از این میبرید. یک بار به 10 یک بار به 4. اگر که همین زکات گویم که حساب کردیم 2000 شد یا که 10,000 شد 15,000 روبل شد، یعنی که ما زیاد دادیم یگان کس به زکات نگفته همین خیلی دادیم. نه شرط نیست در زکات گفتن خواهرا، مهم نیت دهنده هست. شما با قلبتون گفتید من زکات داده ایستادم، این کفایه. حتمی نیست که به اون طرف بگید که این زکات من. در یگان جا اومدگی نیست که به اون طرف این زکات من گفته ده. عادی به یک نفر محتاجی که شما میدونید که زکات گیرنده ها اولا باید محتاج باشن، آره مسکین باید باشد، به یک محتاج دادید. مهم فرزندتان نباشد، پدر و مادرتان، همسر نباشد، نبیره نباشد، بابا و بیبی نباشد، شرط نیست که به او بگید که این زکات من. میدونید که قم بغل است، مستحق زکات است، دادید، نیت شما حتمی آنجا. یعنی که شوهرم میگم که همین زکات دهم، میگه که من خواهرم را پرساندم هوای زکات حساب می شود، ولی من هر گویم که نالاگ میسپرم دولت به هوایم زکات حساب می شود. دولت به نالاگ زکات حساب نمی شود، گپی بافته است. مسلمانی بگیره میگه زکات میدهن نالاگ نمیسپرم. نالاگ به زکات یگان رابطه ندارد. این دو چیز از هم خیلی فرق میکنه. در شریعت زکات حق الله و حق بنده ها هست و الله بکی داده می شود. حتی 8 طایفه رو در سوره توبه تقسیم کردگی هست. و نالاگ عموما اون چیزی دیگر است که در شریعت نالاگ اساسا حرام است، ولی میدونید که یگان دولت از روی اسلام کار نمیکنه و این چیز رو بالای مردم فرض کردن، لیکن نالاگ رو به زکات آدم آمیخته نمیکنه. دو چیز کلا از هم فرق کننده. یعنی که اگر که همین پول خانه رو بیاری با رصد کردن گیری همین هم زکات حساب میشه؟ نفهمیدم من. بگم که پول داری دستت و نگاه که رصد میکنی جمع نمیکنی. خواهرم زکات زمانی که شما در دستتون پول 85 گرم طلا هست یا از آن زیاد، 1 سال در خونتون ایستاده است همچون پسنداز، از آن زکات میبرید. از هر درآمد و برآمد و خرید و فروش خانه از آن زکات نیست. یعنی درباره همین تراویح پرسیدنیم
من با فرزندانم تراویح میخونم، یعنی که سوره های خطا نکنم گفته در بالای کتاب میخونم، کتاب قرآن. همین انشالله بوکه ندارن. نه انشالله بوکه ندارن باذن الله، بوکه ندارن. امی محمد بفرمایند و یک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال من درباره من بود که پسرچم 12 ساله الحمدلله نماز میخوند، یکی نماز رو چقدر با سرعت تیز میخوند. همین خیلی که در یک رکعت من وقتی که یک خانه مگر خیلی پیشتر من از بخور در یک رکعت من و 4 رکعت میخوند، اما وقتی من یعنی تفتیش میکنم که یعنی چه خیلی از خوندنش همه‌اش رو درست میخوند، تجویدش درست، اما کشیش نمیکند، لیکن مخرج حرف رو درست تلفظ میکند. مثلا خیلی سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اکبر رفته همین خیلی میخوند. همین قدر میگم کمتر استاد خان و همین خلاص است میگم که این خیلی نماز رو حس نمیکنی، در نزد الله تعالی بودنت رو حس نمیکنی و میگم برعکس حس میکنم. میگم خواهرم 12 ساله یکم کودک است، دویم زود نماز خواندن خطا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره فاتحه خوندی نخوندی، سبحان ربی الاعلی رو با تجویدش گفتی نگفتی، نه، به خاطر تیز خواندن یک مرد رو 3 بار صلی فانک لم تصلی گفتگی هستن، یعنی از نو نماز بخوان تو نماز نخوندی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از دزد نماز است اونه که نه آرامش در سجده دارد و نه در رکوع. در نماز در دیگر مذهب ها خشوع یا اطمینان آرام گرفتن از فرض‌های نماز است. اونجا تجوید و حرف رو از مخرج برآوردن نه، سرت چقدر در سجده آرام است، در رکوع چگونه آرام استی. و یک رکعت شما 4 رکعت خوانند و خیلی با سرعت بلند میخوانند. آره الان کودک است، انشالله امید داریم که اصلاح میشود، ولیکن از الان یاد دهید که باید آرامانه بخواند. با آرامش خواندن چه خیلی گفتم در بعضی مذهب ها حتی فرض است و الله چه میگوید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان حقیقی با خشوع نماز میخوانند، با آرامی. یعنی حتما باید آرامش رو بین سجده ها، در داخل سجده، در رکوع، از رکوع بیدار شده تمام استخوان ها بعد از خم شدن و راست شدن باید جا به جا شود. و چه خیلی گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی که زود نماز میخواند 3 بار به عقبش میگرداند. ذکرهای نماز رو در جایش میکند. من حاضر به شما جواب دادم امی محمد، حاضر جواب دادم که اینجا مقصد ذکرها رو همش رو گفتن نیست، مقصد آرام گرفتن است در نماز. خواهر موزونه بفرمایند. سلامت باشید خواهر موزونه. خواهر مریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر مریم یک بار دیگر میکروفونتون رو باز میکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشالله خوب هستین؟ الحمدلله بفرمایید. یا 2 سوال داشتم. شومانم با من گفت 2-3 سال شد که روزه نمیگیرم. میتوانم که فدیه شونه با پسرش یعنی فطر روزه نه فدیه و فطر روزه زکات به پسر، به نبیره، به پدر و مادر داده نمی شود. نه به فرزند خود داده نمی شود. برادراش کن می شود؟ اگر محتاج باشد می شود. برادرش اگر محتاج قم بغل باشد می شود. ولیکن آن هم اگر با مادرش زندگی نکند. مثلا من برادرم با مادرم زندگی میکند و برادرم میدم که همراه مادرم خورن، این حله شرعی میشود. نیرنگ است، درست نیست این کار. از دیگر جا کمک جدا زندگی کنند و محتاج باشند میشود. محتاج باشد میشود. پدر و مادر، فرزند، نبیره، همسر، به اینها نه زکات نه فدیه نه فطر روزه دادن ممکن نیست. به اینها عادی کمک میکنی وقتی محتاج است و کمک کردن فرض است برایت. چند سال شد که اینها همه خیلی میکنن. به فرزند میدی ها؟ همه اون سال را از نو دهن گشته. همش خطا است. تمام اون سال ها یگان تاش حساب نمی شود. از نو همش را باید بگیرن. نه به فرزند داده نمی شود. سلامت باشید. امی الیف شما بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان خیلی سوالم بود. دخترها به شیم وسیع پوشیدن ممکن؟ شیم وسیع از بالاش کرتی دراز باشد ممکن است. کتای کوتاه یا تونیکو کتی نمی شود. آن لباس اهل تقوا نیست. یدنین علیهن من جلابیبهن. کرته های زن مسلمان باید دراز باشد. آره اگر گفتیم شلواری وسیع پوشید و تازان پوشید عورتش پنهان، اما آن لباس اهل تقوا نیست. وسیع باشد هم نمیشه؟ وسیع باشد هم از بالاش یک کرته دراز باشد. جزاک الله. و ایاکم خواهر نصیبه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاذه سوال ما همه کم دخترچه ما 12 ساله همه پسابیاش طلا خریدگی به حساب 85 گرم طلا رسیدگی. ما هر سال زکات همه را میتیم. همه به نام دختر ما همه را زکات چه باید بتیم یا که آره میدی نمیشه و از نام دخترچتون بدهید. مادامی که به نام دخترچتون خریدید و به نصاب رسید از آن زکات دهید. در قول راجع در مال کودک هم زکات است. در پیامبر صلی الله علیه و میگن مال یتیم ها رو به تجارت اندازه تا که زکات اون رو همش رو از بین نبرد. از این میبرد که یتیم گفته اونی که به بلاغت نرسیده است، به بلاغت نرسیده باشد هم مادامی که پولش به نصاب رسید، چه میراث باشد چه هدیه، از آن زکات داده می شود. ام شعیب بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من درباره فطر روزه، یعنی که اینجا دو شخص است که یکیش مادری به فرزند است در تاجیکستان بیمار، یعنی که پولش به داروهایش نمیرسد، پس یعنی که با دارو است. بعد ما یعنی که در روسیه قرار داریم، اینجا یک مادری هست که دارد الحمدلله فرزند دارد و اما با دکتر یعنی که بیمار است، دکتر خواب نمیگن، مبلغ ندارن. همین از دو مادر یعنی که کدامش فطر روزه دادن جایز شما به هر دوش هم جایز است. شما ببینید کدامش محتاج تر است. به هر دوش هم جایز است. گفته سودید هر دوش هم محتاج است و کدامش دید هم شما گناهگار نمیشوید. کدامش رو خواهید انتخاب کنید. خواهر ام سلمان با عربی نستگی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خانم الحمدلله. خواهر جان بفرمایید. استاد جان سه سوال داشتم که شکی گویم که برای وقت خوارا نگیرم، همش آیدی همه شب قدر هستن انشالله استاد جان. تمام. سوال یکم هم استاد آیدی همه بود که بعضی خوارا همه داغستانی و کافکاز استاد همه پرسن که مثلا همه 10 روزی اخیر مثلا میگیم قدر است روزانه میشد، بعد میپرسن که احساس چه خیلی بود، یگان حس کردی که همیشه شب قدر بود، مثلا در قلب یگان احساس گویا پیدا میشد یا که در آسمان یگان چیزی میبینی استاد همه یگان احساس دارد؟ مثلا درباره در قلب پیدا شدن نو نشانه هایش هست. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید شب قدر آسمان ماهتاب در آسمان ساطع یعنی خیلی روشن میشود و آن شب اگر چیزی زمستان است یا گرما هست نه سرد و نه گرم می شود و یک آرامش دارد، یعنی امان است آن شب. چگونه که سلامون هی حتی مطلع الفجر میگوید الله، یعنی آن شب ماهتاب خیلی روشن و یعنی آسمان خیلی کشاد و نه خنک نه گرم و یک آرامش خودش را دارد و پگاهی روزیش اگر ابر نباشد نور آفتاب مثل همیشه روشن، نور آفتاب کمی خیره می شود، اما در قلب یگان چیز پیدا می شود. در این باره یگان دلیل وجود ندارد و صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نشانه های آن را در 23 دیدیم، بعضیشان در 27 دیدیم میگن عبدالله ابن عباس، بعضیشان در 25. برای این بعضی علما میگن که شاید شب قدر هم مانند رمضان هر شب جایش را عوض کند، سال 25 سال 23 سال 27 آید، اما نشانه هایش از یعنی نشانه های گفتیم طبیعیش رو پیامبر بیان کردن که شب آرامی نه گرم و نه خنک، خیلی گفتم ماهتاب خیلی اون شب روشن می شود.
جزاک الله خیر. مثلا سوال دیگه ما همین دوستا در بابت همین قیام لیل در شب قدر سیری اساسی شد مثلا اگر یکی خواب من بود نیم ساعت یا که از اول شب خواب شده مثلا همینجا ما برکت شب قدر دریافت نمیکنیم خانم ما یعنی رحمت الله وسیع است. امیدوار هستیم که شما 1 ساعتش بیدار باشید هم شب قدر از برکتش بی بهره نماندید، ولی بهترینش این است که از اول شب تا وقتی بامداد بیدار باشید. لیکن 1 ساعت یا 2 ساعتش رو هم گرفتید انشاءالله شما از برکت آن بهره مند شدید، چون آن تمام شب است. آن شب با برکت هایش تمام شب است. جزاک الله خیر. استاد جان آخران سوالم بخشش زیاد آیت استاد همین دعای شب قدر استاد از وقتی که ما کم بیش اسلام فهمیدیم همین دعا رو فهمیده بودم مثلا اون وقتا یاشتر بودیم فکر میکردم که چرا همین دعای قدر دعای کوتاه است یگان مثلا زندگی فرزند نمیدونم دیگه چیزا رو در بر گرفتگی نیست یک دعای کوتاه فقط بخشش رو همه خیلی پرسیدن. باز الحمدلله چیزا درک میکنم استادانی که برای بعضی خواهرایی که میخوام همین چیزا فهمانون بزرگی همین دعا را نمیتونم استاد مثلا شما همچون به تعریف تفسیر همچون علمای زن تاجیک میخواستم استاد حکمت و بزرگی همین دعا را برای خواهرای تاجیک استاد میفهموندین مثلا حاضر بعد که فرزندم دیدگیم الحمدلله زندگی عبودم دیدگیم فکر میکنم هیچی ارزش ایمان و بخشش الله ندارد. همین میخواستم استاد به یک زبانی خوب فهمه برای خواهرها حکمت و بزرگی همین دعای اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا همین استاد میفهمدین که چرا پیامبر صلی الله علیه و آله خاص همین دعا را توصیه دادن برای حضرت عایشه. بهترین است مسلمان سوالاتون خیلی سوال به مورد مهم است و بخش که رایانه آمد خواهر برای سوال جواب را ویران کرده. 1 دقیقه من میمونم آمده جواب میدم. شما درس ویران میکنید دختران؟ درس ویران نکنید شما. خواهران درباره دعای شب قدر خواهران حدیث در صحیح هست. حضرت عایشه وقتی میپرسن که پیامبر الله اگر من شب قدر رو دریافت کنم کدام دعا رو بخوانم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشنده، در روایت دیگر بخشنده و کریم هستی و بخشندگی رو دوست می‌داری و مرا ببخش. و سوال خیلی خوب است که چرا مخصوص سوال درباره دعا بود و پیامبر نگفتن که از الله جنت رو بخوا، پیامبر نگفتن از الله مثلا عافیت دنیا و آخرت رو بخوا، گفتن نه در شب‌های قدر از الله بخوا که تو را بخشد و کلید تمامی موفقیت های آخرت دنیا در بخشیده شدن از خواهران عزیز. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح هم چی میگن؟ شما استغفار کنید، خدایا ما را ببخش، گناههای ما را تو از من هم با خبر هستی، ما را ببخش بگوید. وقتی شما طلب استغفار کردید بدانید که پروردگار به شما برکت‌های آسمان را نازل می‌کند و شما را هم از جهت فرزند و هم از جهت مال بی‌نیاز می‌کند. بخشیده شدن یعنی یکی از اولیای الله بودن است. وقتی شما توبه میکنید و خداوند گناههای شما را میبخشد، در این وقت شما یکی از اولیای الله میشوید که در حدیث صحیح آمده است در بخاری که هر کسی که از اولیای الله شد، از بنده های بخشیده شده الله شد، الله دیگر نه گوش او را، نه چشم او را، نه دست پای او را به گناه راه نمی دهد و هر کسی که بر ضد او می جنگد پروردگار با او جنگ اعلان می کند. پیامبر گفتن تو طلبی بخشش پرس، چون بخشیده شدی. اگر خداوند تو را بخشید و از تو راضی شد، هم دنیا در دست تو هست هم آخرت در دست تو هست. این یک. دویمش این است که ماه رمضان، الله وقتی در ماه رمضان میگوید
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى فمن شهد منکم الشهر فلیصم، در دوامش لعلکم تتقون آمدگی است. یعنی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بالایش دوامش تشکرون، یعنی برای شما روزه فرض شد تا اینکه شما تقوا پیشه کنید. و وقتی که تقوا پیشه کنید از خواهران عزیز، وقتی ما دعا میکنیم که خدایا مرا بخش، ما همه در یکی از شرط های توبه این است که توبه رو فقط به دهانت نگویی، در وقت توبه کردن کدام گناه هست که تو به آن توبه کردی به خاطرت بیاری. مشکلی ما این است 70 بار استغفرالله 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 میگوییم، شاید در یک روز 10 بار 15 بار خدایا من توبه کردم مرا ببخش بگوییم، لیکن از کدام گناه توبه کرده ایستادیم؟ تمام گناه های خرد و کوچک، یا اینکه خدایا تو با خبر بودی من اون روز در گناه بودم، خدایا گناهی که در جوانی کردم، خدایا کمبودی که نسبت به پدر و مادرم کردم، خدایا بی‌حرمتی که نسبت همسر کردم، خدایا نمازایی که قضا کردم، پروردگارم آن همه غیبت یا گفتیم دروغ یا تهمتی که نسبت بعضی بنده هایت کردم من از جهل کردم، تو بخشنده ای. باید در وقت توبه کردن، در وقت اللهم انک عفو کریم گفتن به یاد آوریم که ما از کدام گناه توبه کرده ایستادیم. انا وقتی که شما آن گناه رو به یاد آوردید و توبه کردید، یقین بدونید با این دعا پس از رمضان مقصد روزه در شما هویدا می شود، اون هم تقوا. بعد از رمضان میگید من از غیبت توبه کرده بودم، سرم در سجده بود، من از دروغ توبه کرده بودم، من از خوراک مشکوک خوردن توبه کرده بودم، من از نمازهایم رو دیر کردن توبه کرده بودم، نه من سرم در سجده در شبهای قدر اللهم انک عفو گویان آن گناه ها رو به پیش نظر آورده بودم، دیگر به آن دست نمیزنم. یعنی شما در حقیقت با این دعا و به یاد آوردن گناه های خود در شبهای قدر اصلاح می شوید و مقصد اساسی روزه و رمضان انشاءالله نصیب شما می گردد. و ایاکم خانم، الله حفظتان کند و مسلمان همیشه صحت و سلامت باشید. خواهرات نام کسی را نگرفتم، سوال ندهید، به داخل به مابین در آمده دیگر می رود مقصد سوال جواب. خواهرا من هم نمیتوانم کنترل کنم چون انسان زیاد هستید. بگیرم بعد از خواهر ام سلمان خواهر ام سارا شما بفرمایید. ام سارا هستید؟ یک مشکلی کلانمون خواهرها این است که نام رو میگیریم خواهرها دیرتر جواب میدین و خیلی وقت میرود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. یک سوال داشتم. من آیدیم چند سال پیش بود، یک 4 سال پیش بود، من و سفری حج کردگی بودم. در همین مدینه ما نیتی و نماز میخوندیم، 2 رکعت نماز خوندیم در مسجد مدینه. برای و نیتی عمره کردن 2 رکعت نماز خوندیم. وقتی که ای مسجد برو آمدیم، همون ریحانای پیش مسجد چیندم، دو سرکش چیندم، گفتم که ممکن نیست چیندم. همینجا من گناهگار شدم. گناهگار شده لیکن گذشت و رفت خواهرم. گناهگار شده، توبه کنید، همین دیگر چیزی نیست. مسجد مدینه نباشد، مسجد تاجیکستان باشد هم به گل و ریحانش دست نزنید. یعنی به یگان چیزی مسجد دست نزنید، آنها از امانت تمام مردم هستند، از کجا نباشد هم. اکنون که 4 سال پیش گفتید توبه کنید همین. خواهر امینه خواهر بفرمایند. امینه خواهر امینه شما بفرمایید. هم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امینه بفرمایید. جان سوالم درباره نماز بود. وقتی که عمره بودم، وقتی که ما میستیم به نماز، اول که برفت دستام رو میبرداریم. وقتی که سجده و رکوع میکنیم در همین وقت باید با دستام رو برداریم یا سنت است خانم؟ در نزد 3 مذهب سنت است و در بخاری هم حدیث صحیح هست.
شما دست رو برداشتید سنت رو انجام دادید، نه برداشتید سنت رو ترک کرده. در مذهب حنفی سنت نیست و ابو حنیفه رحمت الله علیه هم به این دلیل دارن، ولیکن دست برداشتگی هم ثوابش رو میگیرد، نه برداشتگی هم به این دلیل خود رو دارد. سنی وقتی که اتحیات میخوانیم از سری اتحیات لکای اشارتی ما رو انگشت اشارت هم چند نمودش است. از اول تحیات تا آخرش برداشته ایستادن هم هست. فقط در وقت اشهد ان لا اله الا الله گفتم مثلا در مذهب ما، یا که در وقتی بعضی سلام دادن هم هست. کدامش رو برداشتید انشالله درست است. جزاک الله خیر استاد جان. و ایاکم خانم. تازگل شما بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان امی وقتی نمازی برای نمی دریا کردن وقتی شب لیلت القدر ای کدام وقت بهتره که ای اولی شب اگر خوب کنیم ای سر 12 اصول کردیم یا که امی خوب نکده؟ من در این باره جواب دادم یک دم پیش به اون مسلمان، عیناً همین سوال به من جواب دادم. خواهر خدیجه بفرمایید. سلام علیکم و برکاته. استاد جان من باشم یا خدیجه توجیکی هستم؟ بفرمایید. استاد جان امی اکثری مردم ما چیکار کنن که امین تاثیر رمضان از ما نرود؟ چون که من با چشم سر دیدم اکثری مردم در وقت رمضان نماز میخونن، 19 ماه دیگر نمیخونن. استاد جان دیدم امین خیر با چشم سر دیدم امین درباره می یک روشنی میداختیم. استاد جان خواهر خدیجه همین مسئله خیلی مسئله چی گویم متاسفی هست، یا گفتیم جای تاسف است که بعضی فقط بنده رمضانن، یعنی اونها بنده بودن خود را و فرضهای خود را فقط در رمضان میدانن، فقط در رمضان قرآن به دست میگیرن، فقط در رمضان نمازهاشون میخوانن، بعضی فقط در رمضان عموما به یگان چیزی حرام، چی موسیقی باشه چیزی دیگر دست نمیزنن. همین که رمضان تمام شد گویا که دیگر پناه به الله هم از بین رفت که دیگر آنها کلا همه چیز را فراموش میکنن. این بنده رمضان بودن است. این یک گمراهی هست، یک گمراهی هست که تو گمان کنی که فقط در رمضان بندگی هست. موسم عبادت در رمضان هم هست، در غیر رمضان هم. الله که در رمضان دعای تو را میشنود، به نمازهای تو همیشه مراقبت میکند، در غیر رمضان هم بالای سری تو هست. یعنی باید یقین میکنیم که بعضی ها میگن در رمضان من کلا میتوانم از سیگار دور باشم، بعد از رمضان بیمار میشوم به اون دست نزنم. یعنی همین گونه مردها هم هستن حتی، و یا زنهای هم هستن که نه ماه رمضان عیب است، ماه رمضان عیب است، گویان در ماه رمضان خیلی گناه ها را ترک میکنن، گویا که رمضان رفت ایمان آنها هم از بین میرود. برای همین چیز رو، یعنی بنده فقط رمضان نبودن، مراقبت الله که الله هر لحظه هست، هر دقیقه هست، فرشته هایی که رقیبون عتید هستند شما را در رمضان هم در غیر رمضان هم ترک نمی کنن. این چیز رو باید یقین داشته باشه، وگرنه وای بر حال آنهایی که نمازشان فقط در رمضان است، بعد از رمضان درباره آنها اختلاف است که مسلمانند یا نیستند. چون آدمی بی نماز از روی تنبلی حتی نماز نخواند، بعضی علما اختلاف میکنن که او را مسلمان گفته میشود یا نه. چه خیلی مسلمان است که او در یک روز 5 بار به نماز صدا میزند، مؤذن حی علی الصلاه گفته و او را جواب نمیدهد. یعنی خیلی مسئله داغ است. بعد از رمضان هم، یعنی در رمضان آره برای شما الله کمک میکند که تمام جن ها علل خصوص مردت و شیاطین آمده است، یعنی جن های کلان فرمانده آنها زنجیربند هستند. الله برای شما برای عبادت کمک میکند. در غیر رمضان وزمینتر است یا گفتیم دشوارتر است، ولی که همون الله که در رمضان همراه شما هست پس از رمضان هم هست، و همون قرآنی که در رمضان برای شما اجر و ثواب میگیرید، برای ختمش کوشش میکنید، در غیر رمضان هم برای هر یک حرفش از 10 تا 700 ثواب هست و این را باید بدانیم. رمضان رفت الله هیچ جا نمی رود، رمضان رفت قرآن الله با ما میماند. باید طعم رمضان یا عبادت رمضان را همیشه با خود داشته باشه. جزاک الله خیر صبح جان. از شما و از تماشابین شما خواهش میکنم که برای مردم امین امروز امین
جنگا که است به فایده الله دعا کنیم که به فایده مسلمانان و به ضرر طاغوتان و ظالمان گرداند. جزاک الله خیرا استاد جان. آمین آمین. پروردگار بنده های مسلمانش را هر کجا هستند نصرت بدهد یا رب العالمین. ام امینه بفرمایید. من باشم. هم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان چی گفتنی بودم در همین ماهی ماهی آخری رمضان 3 روزه که کسل زنانه شدگیم ای عبادت دور ای نماز نخوندن. زودتر سوال بدید ام امینه، کمی زودتر سوال بدید. میگم که در همین چیز خیلی کنم که عبادت دور نشم. خواهرم آنهایی که بیمار هستن، مشکلی من همین است خواهرا که من به سوال کمی زودتر جواب میدهم. از جهت کودک معده داشتنم و از جهت اینکه بعضی چیزها رو دور و دراز کردن نه به من نه به شما نه به بینندگان هیچ فایده ندارد. برای من بعضا سوال رو پیشتر میفهمم و جواب رو شروع میکنم. این هم یک کمبودی من است. از یک جهت انشالله که فایده است برای شنونده ها. آنهایی که زنهایی که حیض هستید در ماه رمضان در شبهای قدر، خواهران عزیز، برای حیض بودن که در دست شما نیست اولا نباید اصلا غمگین شوید. دوم این است که من حیض هستم گویان شبهای رمضان و برکت این شب رو از دست ندهید. دعا کردن برایتون جایز است. دعای حضرت عایشه که پیامبر یاد دادن کمی پیش در بارش گپ زدیم، اللهم انک عفو، این درست است. صلوات فرستادن، استغفرالله گفتن، سبحان الله ببخشید، الحمدلله گفتن، اینها همه برای شما جایز است. یعنی من نماز نمیخونم، بعضی زنها هستن که من حیض هستم گویان تمام دهه آخر رو با خواب میگذرانن، با خواب و خرید و خانه تازه کنی، گویا که تو حیض هستی به تو تمام همه چیز حرام است. نه، عبادتت هست با تو. صلوات هایت را در جایش فرست. بگید من 1000 بار صلوات میفرستم، من 1000 بار استغفار میکنم، من 100 بار سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگویم. از این دعاها را حتما بکنید. دستتون را بالا بردارید، بالای جای نماز نشینید، گناهگار نمیشوید. شما حیض هستید، نماز نمیخورید، اما دعا برایتون جایز است. حداقل نیم ساعت و 1 ساعت از عبادت های این شب حتما با بهره باشید. و ایاکم. خواهر زلیخا، رفیع و زلیخا بفرمایید. السلام علیکم معلمه جان. علیکم السلام و رحمت الله. من 2 سوال داشتم. من دینه قرآن تمام کردم و با نو عربی را یاد گرفتم. گدیتا یک 3 ماه 4 ماه شد. در شبه است که بسیار جاشه خطا میکنم. همین مثال قبول میشود نمیشود؟ قبول عمل در نزد الله است خواهرم. الله که چی رو از که قبول میکند فقط خودش میداند. اما شما نو یادگیر باشید، اگر برای خوشرو یاد گرفتن در وقت آموختن خطا کردید به این گناهگار نمیشوید. چون که حدیث است آنه که به عذاب قرآن میخواند و به اون مشقت است، یا تعو آمدگی است لفظش، یعنی بزرگ میخواند و با مشقت میخواند، به این هم اجر میگیرد. شما نو یاد گرفته ایستاده باشید، اگر یکی خطا کردید شبهه باشد هم انشاءالله به اون گناهگار نمیشوید، چون که نوآموزید و طالبین به خطا اصلا هیچ چیز رو یاد نمیگیرد. سوال دیگر همین بود که من ترابه میخونم، کودک معده دارم، 3 تا کودک دارم، مثال 4 رکعت میخونم و مثال کار میشود به من میغلطد، کودک هم او یا مثال حجت خانه وای میکند، همین ممکن است بعد از سلام دادن؟ ها یکم مشکل ندارد. شما 4 رکعت رو خواندید، کودکا رو خواباندید، بعدن 4 رکعت خواندید، 8 رکعت رو خواندید، خواب رفته 1 ساعت خستید، بعدن خواندید، یکم مشکل ندارد. تا وقتی بامداد شما وقت دارید برای نماز رو خوندن. رحمت استاد جان. الله بستان کند. خواهر گلنوره بفرمایید. آیفون گلنوره نوشتگی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان سوال ما همیشه بود که ما مسلمانایی که در شهر روسیه زندگی میکنیم، وقتی که مثلا مسلمانایی که در همین مسکو چی بگم دنیا میگذرن، همینا را مرگ میبرن، مثلا همه اعضای بدن اینا را میگیرن
بعد با همون منزلگاهی که برای مسلمان‌ها عدل جدا کردگی هستن اونا خیلی نزدیکن راسته یعنیش قطعی کافی رو همه یگان ضرر و زیان میرسوند خارم ارگان مسلمان رو گرفتن حرام است مگر در ضرورت فقط در ضرورت جایز در غیر وی تماما ممکن نیست اما اینکه قبرستان مادامی که جدا است انشالله ضرر نمیبینن مادامی که قبرستان مسلمان ها جدا قبرستان کافر را جدا به نزد مسلمان ها گرانیدن باکی ندارد و حتما باید یک تاجیکی که در روسیه یا مسکو مرد باید به تاجیکستان آرن کار خطا است بعضی صحابه ها هستند که مثلا ابو ایوب انصاری قبرشان در استانبول است در اون وقت استانبول از کشورهای روم حساب میشد یعنی مردهشان اینجا مانده است حتمی نیست که مرده را ما با یک خرج کلان از کجا نباشد فرستیم مادامی که قبرستان مسلمان ها هست اینجا انشالله ضرر نمی رساند و عالم قبر و عالم برزخ و چیز دیگر است بعضی می شود که یک مسلمان و یک کافر در یک جا خوب میکنند در یک جا بدنشان می سوزد این کلن جداگانه آنش کلن جداگانه حساب کتاب می شود اما برای مرده ها اجازه ندید که چاک و پارش کنند مگر در حالت ضرورت چون حرمت مرده مثل حرمت زنده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کسر العظام المیت که کسر العظام الحی شکستن استخوان مرده مثل شکستن استخوان یک زنده هست و عزت و حرمت خودش را دارد ممکن نیست جزاک الله خیر و ایاکم